باشید. حال شما چطورید؟ خوبید؟ جا همه تون خالی استان هرمزگانیم. الان بندر عباس رو رد کردیم، نزدیک بندر پلیم، داریم میریم که لندگراف سوار شیم و بریم قشم. بریم چه خبره دیگه. انشالله که اتفاقات خوب بیفته. بچه‌ها میخوام براتون یه پست آماده کنم که هزینه های ورودی به لندگراف چجوری، اصلا ما چجوری ماشینمون رو ببریم داخل قشم، ماشین شخصیمون رو، اصلا لندگراف چی هست، همه اینا رو میخوام تو یه دونه ولاگ براتون معرفی کنم. حالا یه حالت آموزشی هم داره دیگه، با من باشید. زیادم سعی میکنم که کشش ندم، تو 3-4 دقیقه جمعش کنم بره. دوستتون دارم. خب بچه ها خسته نباشید. خدا قوت. آقا ما رسیدیم بندر پل. آرمین جلو رو نشون بده. ولی به تاریکی خوردیم. حالا بیاییم برشون توضیح بدم. بچه دیگه به تاریکی خوردیم. اگر بخواستم فیلم نگیرم که خدایش دلم نمیاد، چون واقعا معضل خیلی از بچه هاست که چجوری با ماشین شخصیشون بیان، چجوری برسن به اصلا بندر پل، اصلا بندر پل کجاست، اصلا واسه اینکه بخوام برن قشم باید کدوم بندر برن، چقدر هزینه ماشینه، چجوریه، همه اینا خب معضلاتی که هست. بچه اولش رو شروع کنم بهتون بگم که واسه اینکه شما بخواید بیاید با ماشین خودتون برید قشم، باید ماشینتون بیارید بندر پل. حدوداً 70 کیلومتر مثل اینکه نه دیگه 70 کیلومتر با بندر عباس فاصله داره بندر پل. تشریف میاری بندر پل، از بندر پل میرید رو لندگراف، با لندگراف میرید اون طرف بندر لافت و میرید داخل قشم. حالا چقدر هزینه است، چجوری باید برید، اصلا لندگراف چی است، همه اینا رو الان داخل این ولاگ، داخل این کلیپ بهتون نشون میدم. دوستتون دارم، با من ادامه ماجرا ببینید. فقط حیف که تاریک شد، ولی مهم اینه که من اطلاعات کامل رو در اختیارتون قرار میدم. دوستتون دارم. خسته نباشی. چیا میخوان؟ گواهینامه؟ کارت ماشین، گواهینامه. اینجا باید هزینه گمرک رو بدیم جلو ورودی یا اینجا ورودیه؟ جانم؟ هزینه داره دیگه. کلن همه رو جلو میده. الان چقدر هزینه ها؟ 223 تومن. بسیار مرسی. برگشتنی باید این حتما همراه باشه دیگه، اگه گم بشه خدای نکرده. مرسی. خب این الان گمرکمونه، برگه گمرک، برگه ترددمونه که با گواهینامه و کارت ماشین تحویل داده بودم که به من برگه تردد داخل جزیره بدن. آره اینه برگه تردد. حالا بریم جلویه که هزینه ها رو بدیم، ببینم هزینه دقیق چقدر میشه بهتون بگم. رفتیم اینجا. آره اینجا کاپوتاژ میکنی ماشین رو. عالی. اینجا کاپوتاژ میشه. منظور از کاپوتاژ یعنی که شما به یه منطقه آزاد که میخوای وارد چی، پلاکت همخونی نداشته باشه. سلام عزیزم، دورت بگردم، میشه منو ببخشی؟ واقعا پول نقد ندارم. کارت خان داری بده. نه کارت خان داره اوکی. کارتو کجا گذاشتم؟ اشکال نداره اصلا بکش. کارت خان کو؟ اینجاست. از اینا خریدیم. 44 31. اینم اینطوری. اینم روزیه ایشون بود. برگشتو بهم میدی؟ مرسی عمو. مرسی قربونت. 25000 تومان دستمال کاغذی رو به ما داد. خب میریم جلوتر که حالا بهتون بگیم دیگه داستان چیه. این برگه نیازه دیگه. چی باید بدم بهتون؟ کارت ماشین یه بار دیگه بفرم. بله چشم. اینم آبربانک. آقا هزینه کلن چقدر میشه؟ ما داریم فیلم میگیریم، واسه فیلم هم میخوام.
224 رفته 88 برگشته. حالا ما فعلا رفت رو حساب میکنیم. 4431 پس شد 224,000 تومان هزینه لندگراف و ورودی دیگه. اوکی تا خود قشم. آره دیگه الان میریم لندگراف و یک دنیا سپاس. فقط یه سوال، این برگه گم بشه چیکار کنیم؟ گم بشه دیگه در سر با استنام دیگه. باشه مرسی ممنون. این برگه خیلی مهمه. این برگه مثل این که خیلی مهمه. البته بچه‌ها من جسارتا اینو میگم، ما اینا رو دارم ازشون میپرسم به خاطر اینکه میخوام توی ویدیو بیفته و شماها بدونید. من فکر کنم سری بالای 20 که با ماشین شخصی خودم میام داخل قشم. این رو واسه یوتیوب گرفتم که بچه‌ها بدونن که اگر خواستن بیان چجوری بیان. بعد هر روز هم هزینه‌ها تغییر میکنه. بله راستی این هزینه الان توی این تاریخ‌ها امروز 12 آذر 1401 12 آذر 1401 الان که این هزینه شد. حالا شما مثلا بعداً خواستید بیاید یک سال دیگه خواستید بیاید بر حسب این هزینه نیایید. یعنی هزینه رو میتونید تو گوگل سرچ کنید خیلی کاملتر بهتون شاید هم کمتر شد. آره خدا رو چه دیدی. ما بریم واسه بقیهش. بریم که اونجا میخوایم الان سوار لندگراف بشیم. آرمین جان زحمت میکشه فیلم میگیره که چجوری میریم داخل لندگراف. داخل لندگراف چه ماشینایی هست. همه این ماشینا، این سواریا، این اتوبوس کامیونه هم آره اتوبوس دارم میگم همشون میان روی کشتی. بله. لندکرافت. برو بریم ببینیم چی میشه. برو بریم. بریم داخل. بچه‌ها خسته نباشید. لندگراف که میگن اینه. خب اینطوری واردش میشی میگی بسم الله الرحمن الرحیم واردش میشی. بعد گاز بچه ها خسته نباشید. خدا قوت. ما اومدیم لندگراف. الان بذار همه ماشینا بیان ببینید به چه تعدادی ماشین میاد لندگراف و همه چیز رو اینجا من براتون توضیح میدم دیگه. پس تا اینجا دیگه فهمیدید دیگه. استان هرمزگان، بندر عباس، بندر پل تشریف میارید با ماشین شخصیتون. اینجا تشریف میارید داخل قشم. هزینه ها رو هم که گفتم و بقیه هم که فیلم بقیه رو ببینید دیگه. دوستتون دارم. این فقط واسه این بود که بتونم شاید یه کمکی کرده باشم بهتون این کلیپ. دوستتون دارم. خب بچه این داره میاد پارک کنه اینجا که ماشینا رو خالی کنه. ببینید اتوبوس هم میره رو. با هم دیگه ببینیم. ثانیه دیگه تمام شد. وایسا الان اینا همه پیاده میشه. بچه‌ها خسته نباشید. رو لندگرافیم. این دوتا رو نشون بده.
خب به تعداد خیلی زیاد تا جایی که من میدونم لندگراف هست، یعنی اینطوری نیست که شما بخواید خیلی توی صف وایسید، خیلی تو نوبت وایسید. لندگراف اول که پر میکنه پشت سرش لندگراف دوم میاد، یعنی اینطوری نیست برسونه برگرده. پس از لحاظ زمانی هم زیاد به مشکل نمیخورید. بریم ادامه مسیر رو. من فقط ته که رسیدیم بهتون میگم حدوداً چقدر توی لندگراف بودیم و همین دیگه. دوستتون دارم.